مردم از قریه کسته خانه یک بار دو بار چه میره خود اینجا از اینجا آتیش نباز باز اینجا مسجد کرد اینجا آتیش منا بلوک است یک دانه سنگ کلانه سنگ است نه باز یک سنگ کلانه داخل باز بلیز و سنگ گرمه بسم مسجد گرمه از این چیزی ده دیگه لرز ده و علیکم بخاریش هم خندن چی؟ خوبی بخیری جان تجاره ایش ده؟ ها؟ دختر از کیسته تو؟ دختر المامت دختر المامت؟ نان تو چیزه؟ سویلا این کسته خوب یک ویو داره نه؟ یعنی هم یک تابستان خو خیلی مقبول سرسبز نه؟ آره تابستان که خیلی سرسبز دیگه خو اینجا داخلش فقط یک زینه یک همین جای مثلا نفر موره و پوشت بور میشه نه؟ دیگه اونو سلاح شکسته برای ازی که سنگ از داخل مکده ده؟ سنگر بوده یک از 4 طرف سلاح خانه هم زینجه مثلا میا آوخ هم زینجه آره خیلی چشمه خوبه نام چشمه بود در نام چشمه چی بودی؟ خب دیگه اینا بخیر رسیدیم در قریه لالی نه؟ آره دوستای یعنی کستا اوایل قریه لالیه اینجا کستا رسیدیم در اینجا موریم بخیر پیش پالوی از دوستان موریم میگرنیم از وضعیت زندگی از نا آره موریم دیگه از تمام جایش کوشش نیم که از نقطه از اینجا مو ویدیو جور کنیم بچه ها برای دوستا دیگه این قریه لالیه دیگه هم یک راه داره مثلا این طرف که سنچی موره سربلاغ موره نه یا یک کوتل هست سربلاغ موره و از این طرفش هم سن پایین دیگه سن قریه همین تید میشه دیگه نه آره سرگمیش فعلا انمی او طرف خوب چی شده دیگه آره او طرف فعلا که حال گروی زیاد برف کشته همین مثلا برفباد اینایه نه او خوبه کور میشه از زمستان دیگه باز مردم رفت آمدش زیادتر هم از اینجا دیگه نه پیتاوه دیگه برف هم کم میگیره دیگه اینی پیتاوه رفت آمدش هم مردم از اینجا دیگه موریم بخیر بینگرنیم که چی هم هسته فعلا کمک چی شد مو در اینجا ما کم محدود شدیم نه به خاطر که همی گشتشیش هم سخت شد موتور و موتر وال فعلا کار نمیده دیگه نه مو هم که چند روزه که فقط قد برف همیتی گشته رئیس دیگه این روز هم که وقت کم گیرنده چون خاطر که آفتابیه نه این روز آفتابیه آمدیم در اینجا قریه ولی دوستا اینا بوریم بگردیم اول بگیریم دیگه خوب یک زمان هم خیلی خورد بودیم این مکتب ده چی بود نه در زی منطقه بود یاد منده رسول تو؟ آره ما منده خب تو به نظرم خیلی خورد بودش نه؟ ما یاد بودیم یاد نمیدونم سنف اول نو خورد بودیم مثلا نمادی یعنی سنف اول نه؟ آره سبا سنف دوم شین یعنی چی داشتیم خب باز آخرها کمک کلان شده باید نهی تبیدیم خوب دیگه مو نه فرق نکنید بچه از بلو این خیده یا نه نیه نه یعنی اینج کم سلام چطوری خوب بخیری برف چارونین تمام نکده خب ماشالله شما امروز چرا پیش ملا نرفتین خب یعنی هم قریه لالی است این طرفش پیتاوه دیگه آقیل پیتاوه پیتاوه میگن اونجا بود یعنی کم پیش که بریم مکتب اینجا بود نه؟ آره یک از رفقای از مو زمانهایی که از ایران باز چی کرد کومین ماندد که در کیکک رفتیم در منطقه لالی یعنی همزی از این طرف هم بگیرین نه؟ گفتد از این طرف بگیرین چون خب هر کس از منطقه خاطره داره یک روزای خوب داره دیگه بس دیگه اینجا هم که پیش مکتب بود ما میمادیم خیلی خورد بودیم از اینجا میمادیم اون زمان ها صنف اول صنف دو بودیم دیگه ما خیلی خورد بودیم خب دیگه این کس آب هوا اینجا واقعا عالیه شاید بخی جایی رقم آب هوا نداشتش خب تو مثلا سای که آسمان اینجا ماشاءالله یک رقم سبز خب در طرف های شهر بریم مثلا غزنی کابل اینجا نه اصلا تو رنگ
سبز آسمان اصلا دیدن نمیتونی، همیشه غبار و دود است. خود اینجا هم رسول کدام کس زندگی نه یک خانه زندگی نه به نظر نه؟ به نظر من واقعی عنایت که شما خواستر صحیح خانه زنزی قریب نبیدیم به نظر من وای مطلب هم از اینجا که قبلا این طرف آره بابا خیلی بعد چند سال میشه. آره نه این زندگی نه یک خانواده یک خانواده این زندگی نه دیگه. یعنی تقریبا چند سال میشه ولی از این مسیریت نرفتم. واس خوبی از این مردمیه خب که برف میزنه یا در امزی اول رای به این منطقه رو جارونن، بعد از اون مثلا بله پیش میش خانه خو اینا رو جارونن. خب اول بخش زیاد مهم همین راه دیگه، راه رو جارونن. یا بسیار امیر خم یک تصمیم که گرفته، همین تصمیم از من خیلی خوبه. یعنی بچه هم تازه برزیده بر بازینن و تازه گرم شده هوا دیگه. سلام علیکم. مندن چی؟ خوبی بخیری جان تجوره؟ کجا ایشتی؟ ها؟ او دختر از کیستی تو؟ دختر المامد. او دختر المامد؟ نام تو چیزه؟ سویلا. او خانه تو کجایه؟ نمون اینجا. خوب دال کجا مری؟ اون اینجا. آفرین بچه. سن خطا نشن خواه؟ خود دوستای نیمه است که لالیه کمک در نقطه بلندتر شمادی. اینه بعضی رفقام آمده. سلام علیکم. خوبی بخیری جانمان تجار اول؟ سلام علیکم. خوبی بخیری جانمان تجار اول بخیری؟ تبریک باشه. سلام نوروز جان. سلامتی؟ اوقات باشه اینج کس خوب یک ویو داره نه؟ یعنی هم یک تابستان خیلی مقبول سرسبز نه؟ آره تابستان که خیلی سرسبز دیگه. خب اینجا باز یک جای هست کلی عاقل لالی مثلا مورد میشن. فعلا مندیم دیگه یعنی اینجا شاخ توبی میگه در کل کس نه اینا. توبی بایی؟ شاخ توبی میگه خب ما در کل از رزگی دیت مانده دیگه. من این عاقلار مثلا میگه شاخ توبی باز اینجا خوبیش اینه که هم بسته لالی کسا از اینجا معلوم میشن نمایی. آره آدم یگان عروسی میماد نقدر. آره از قریام مریم کجا مریم؟ آلی مریم بخیر رو طرف مریم. قد از قریام مریم ما از پیش از این مسجد کسته نه؟ از اینجا تیر میشیم مریم رو طرف قد از آقلای زیاد کسته. اونجا مریم چون که یک رفقای از انده از شارمول کد که پس مریم مندشنی از این مندشنی وضعیت مریم. نامزاد شده. باش که انزی یه در نام چکری یاد میشه نه؟ بازی خیلی خوبه که کندره ازی این کمیره مسواک برای مسواک دیگه خیلی مسواک وطنی دیگه. این مسواک وطنیه. دندنار هم خیلی
سفید مونه. باز ما از چی مسواک که از سفیدتر مونه. آره خیلی سفید هم مونه. دنداناش جلا میدید دیگه. باز خوب یک نه یک مزه خوب داره، یک مزه بسیار ترش قشنگ داره. همین چکری خوش کرده. آی چکری خوش کرد. باز تابستان ان شاء الله در وقت چکری مایی باز بندار نشان ده که منطقه چقدر چکری داره. بریم بخیر بگیم. ان شاء الله مسئول. آره بریم بخیر. سالکن از این خطانش بسیار یک قهره. اینجا تمام خیلی خطرناک جایه خود. آره. چون اینجا خاک مونه. باز پایش مگه خطا بکنم موره پایین مگار. از او کفشای قبلا به نام چدک یاد میشد نه؟ او خیلی ملک شده از اینجا. ساشیم. آره. از تو؟ خوب دوستانی هم یک از برج‌های قبلی که قدیمی ها خیلی از برج‌ها جور میکرد نه؟ خب فرهاد جان از این برج مفاهمی مثلا کی هست داخلش خانه یا از چی جور کده ایره؟ خو یک است خو؟ نره معماری از این چیز جور شده که قبلا که بوده کم ایسو مثلا جنگای بوده نه پن چیزی بوده همین خیلی جنگ بوده اونو برجار که جور میکرده فقط مخصوص باشه سنگر جور میکرده خب اونو کم کم سلاح هم داره نه او که بوده نولی هم پیکا و تفنگ اینا رو از اونجا بیرون میکرده حالا می یک قلعه کلا نه داخلش کاسه خانه چند فامیل زندگی نه 3-4 فامیل این کاسه سنگر بوده در خانه سلام علیکم خوب بخیر خیر من تو چه رول بخیر این از اوی دیگه این برج کاسه داخلش فقط یک زینه همین جای مثلا نفر موره و پشت بور میشه نه دیگه اون سلاح شکسته برای از که فنگ از داخل مدده سنگر بوده یک از 4 طرف سلاح خود بسیار بین دوستا معرفی برج هم شنیدین فرهاد جان معرفی کرد بخششون دیگه یال بریم سرشیو که چی میشه اینجا کسته الحمدلله کیکه کسته از نگاه آو کسته خب امید در کل داله کستم که داله خیلی آو زیاده در کل امی سر منشای منبع آو کسته مالستو کسته بیشترش کستم زمینقه داله اینجا بیاد بیشتر یکم یک دنه چشمه خیلی خوبیه چشمه کلانه البته قبلا ها وزی خیلی زیاد بود نبود رسول؟ در این وقت طول کلان تمام دو میوه و کم میشه آره دیگه معمولا در این موقع سال کسته آو کم میشه مقصد این کسته چیه؟ آوش دایمی خیلی آو زیاد داره نه؟ یک نودا شیرین خیلی میخوری چای مای خیلی روشن میاد یک نودا آوی دایم میاد با تابستان بهار نه آوش زیاد هم میشه نه؟ آره زیاد میشه بازی مورا پایین بر زراعت مردم استفاده نه خانه هم زینجی مثلا میا آو خیلی زینجی آره خیلی چشمه خوبه نام چشمه بود در نام چشمه چی بودی؟ لا نام فهمم هم یاد میرفته چشمه لالی دیگه خب در نام چشمه لالی یاد میشد خوی؟ خود در نام خود قریه هم یاد میشه باز خیلی آو خوب داره ماشاءالله وقت آب ازی خوبه هم آب تمیز داره آره آب مدنیه خوب کلن اینجا دیگه آوایش کسا آب مدنیه
خیلی از نعمت بزرگ برخوردار نه این منطقه. یالی همی رایش همی رای مسجد چیه دیگه این کس همی یا این سرک از این کس اینجا باش که کم پیشتر بودیم. زوزار رو بیاد دیگه نیسته. باشه تشبه آیی کسا مسجد جدید از قریه نه؟ یک مسجد نمیر جدید جور کرده یک مسجد کلان جدید جور کرده بخاطر که نفوس از این قریه خیلی زیاده. از این مسجد سابقش یه مسجد سابقش کسته یه خب از این مسجد کسته جای نشدن وازی مسجد جور کردن. بسیار یک مسجد کلان از سرمایه شخصی خنا جور کردن در قریه خنا. باز دیگه خوب سم جور کردن. خیلی خوب مسجد چی جور کردن. کلکنایش از او پیویسی میگه چون گزی سلامت بخیر جان. این بچه کی نیه؟ بچه سرور نیه؟ نه سلفایا بچه استاد تو لاله امانی؟ یک چون بوله تو نیر خمیه نه؟ چیز کار منی؟ من مسجد رسمی خوی مسجد گرم منی دیگه؟ یه از اینجا از پایین چی ملی از پس اونجا گرم میشه؟ خوب بسیار خوب. تو خادم مسجد توی دیگه این سال؟ خوب بسیار خوب. تو با چیز کی؟ این مسجد کسا این گرم میشه نه؟ این مسجد کسا این کسا این کسا مردم از قریه کسا خانه یک بار دو بار بچه میره خود اینجا از اینجا آتیش نباشه خود مسجد گرم میشه. اینجا آتیش منا بلوک است یک دانه سنگ کلانه سنگ است نه؟ باز یک سنگ کلانه داخل باز بلیز و سنگ گرمه باشم مسجد گرمه از این چیزی ده دیگه لرز ده و بخاریش هم گراش گرمه بسیار آتیش نمیشه کمه اون موقع ساعتیش منا که بلیز سنگ ششته نمیشه دیگه آخرایش خیلی سخت میشه تو ببوشید تو فعلا خدا فکر باش بریم که داخل مسجد بریم از چی بگیریم نه؟ از سنگ بگیریم که چقدر این مسجد قدیمی زیاد نه این نفر تنوس نمونده بگویم کم گرم هم شد پاس مینه وقت دروازهش از اینجا بوده؟ آره پردن نسیم بوده السلام علیکم ماشاءالله خیلی کنم خب همین چیش که اونجا گفتیم که در پایین روشنی نه؟ آره اینجا خیلی کم قشنگ تکنیک جور کردن در اونجا کس پایینه بایی؟ چی هستی؟ آره کس لرش دیگه لرش کس پایینه دان از لر کس اونجا روشنی نه؟ آتیش کم نه؟ باز اینجا یعنی سنگ کس دیگه گرم نه خب؟ این کس آب بده این برای دستماز آره که کس شاو اینجا کس کلن مردم از قریه جمع میشه خب؟ بازی آو گرم استفاده نه؟ این گرم نه دیگه آو گرم استفاده نه برای نماز و اینا استفاده نه دیگه اینی سنگ هست گرمه دیگه این خیلی خوبه باز ما اینجا تو از اینجا کدام خاطره دره نداره مقصد ما اینجا
بسیار خاطره دارم که گفتنی نی. حالا ما اینجا خب بیش بگیم ما خاطره نداریم دیگه. خب ما مقصد از این مسجد لالی کسته خیلی خاطره خوش دارم. اینجا خورد بودیم زمانکه با خوندیم ما زمستان نه؟ آره قرآن میخواندیم و حافظ اینا میخواندیم واسه خیلی زمانا خوب بود دیگه. اینجا میشیشتیم در پیش مولا درس میخواندیم. باز یک خاطره خیلی خوبی که ما مثلا از این مسجد درومی بود که ما خورد بودیم باز یک من از رفقای ما نمیفهمم یا ایران یا پاکستان انسوتی های دیگه نامش جاوید بود. بازاردیم هم اینجا پشتی گرفتی یه مار زد در اینجا سرن ما در اینجا خورد بازور خیلی هم مولا خیلی زد گریان میجان هم کردیم. گریان زیاد شدیم دیگه. باز میمادیم اینجا چای میکردیم نه اینجا روش مولا میمادیم باز چشتی نزدی آقلا مراسم چای میوردیم. باز چند دفعه اینجا روی از این مسجد ما چای لاغو کردیم خیلی تصمیم کردیم که مولا خبرش نمیزده نه اینجا. قبلا همون رواج بود. رواجی بود که بچه ها که بستریم کرد یا چای مای در این مسجد لاغو کرد. باز همین مولا قریه که بود زدن یک زدن میکرد دیگه. ولی خیلی جای خوب است. خب یه کس سعید راسته که آدم در زمانهای خود واسه چینه نه؟ مسئولیت زیاد نداره. بسیار خاطرهای خوب داره باز چی میشه دیگه؟ یاد آدم براری. باز کلان شد مسئولیت پذیر میشه. خب دستگاه اینی هم مسجدی قدیمی قریه لالی هست. خب دیگه این کسا اغلای لالیه واسه حیف که فعلا کسا خیلی برف زیاده. خب مثلا اونو طرف تو در دوربین یک دفعه بگر که اونو پشت از خانه که بود وقت مکتب بود طرف بود. خب یک آورگی است اونج مکتب بود مکتب ما رفتیم. خب دیگه والی کسا برف زیاده رفتن نمیشه نه اونجا. باز خیر است بخیر در تابستان که آمدیم باز تمام جای خوب همه دیگه هر گوشش را در دوربین میریم. خب اینجا هم کسا آغلا کسا خالیش ده دیگه. این خانه ها کسا بیشتری هایش خالیش ده کس نیده اینجا. خب کلگی رفتن طرف شار اونجا رفته یعنی کمینگرنین اینی کل خالیش ده دیگه. بریم همیتی بال بریم سعی کنیم که کی مانده اینجا از پاز دوستا. این طرفش کسی گیرویه نه دیگه؟ این گیرویه سعی که خیلی سایه هم هسته نه گرم مرمی نیه باز خیلی سرد هم هسته این طرف دیگه. اینجا کس نماندم دیگه زیاد بیشتر مردم ها رفته دیگه. فعلا کس همی کم کار ما رو که سخت کده برف سخت کده چون همی رفت آمد تو خیلی جاها ما تصمیم داشتیم بریم اما اینال برف زده راه ها بند شده رفته نمیتونیم دیگه. والی هم اینجا کم کم اینجا برش بگردیم چکه کنیم یعنی که یک دنه چرا کیه زیاد؟ نه اینج کسا چیزه هم کلانه بیره این کم چه داره اینج کسا یک دنه کچگه بریم همزه کچه تیرش نیم اینی ده سر دی پن بریم که بسته لالی معلوم شده یعنی اینج کسا بسیار یک جای خوبیه. خانه آبای خزایی نه صبر از پیش انزاین کنید پاسماری
بلندی زیاد داره، کم احتیاط کن. خب دیگه این منظره که میگیرنی از عاقل لالیه دیگه. اینجا ماشاءالله خانه هم زیاده، باز مومندیم در یک نقطه خیلی بالایش دیگه. آره از این بال دیگه خانه نیه دیگه. برای دیگه تقریبا تمام لالی میخوانهش معلوم میشه. امروز اینجا دیگه تمام لالی معلوم میشه. قبلا گفتیم در نقطه نمیشه بریم. ها دیگه اول فقط ما تصمیم داشتیم بریم مثلا داخل از این درک است نه. خب یعنی اینجا که داخل از درر که میگیرنی خب ای از او بالش را که میگه سرجنگل میگه. خب بازو اینجا که یک کوتل جور شده مرز بین اجرستان و مالستان است. در اجرستان کمی قوم پشتون زندگی نه، باز در این طرف خو مردم از قومای خودگون دیگه. او در نام دایه هم یاد میشه دیگه. همون دایه بازو اینجا که پشتونا زندگی نه مرز بین دیگه. باز اگه شد اینجا مندنی شدیم بخیر موریم ها طرف اجرستان هم موریم، از کوتل هم دیدن مونیم. باز اینجا کس یک منطقه است که پیش سرجنگل میشه، اونجا هم از مردم کیکاگه و از نام موریم یک آلجوی مونیم دیگه. امروز بس اومدیم بچانسی اینجا هیچ کس از یاگل نمانده، کل از مردم رفتن سرک جارو نه در پشت از کوتل که میگیرن نه اینجا. در اینجا کس موتر یک از اهالی از قریه کس موترهاش خراب شده، باز مردم از این قریه کلیگش برده در اونجا کوتل را جارونن. این کوتل کس اینی کوتل که در دوربین دیده میشه نه، این کس در نام کوتل گنداو یاد میشه. خب باز مردم کس تابستان از اینجا زیاد رفت آمد مونن. در بازار همین منطقه دیگه نزدیک میشه. مثلا از طرف بازار که مورد طرف خود ولسوالی که مورد هم زینج مورد چون نزدیک مفته. اما متاسفانه که زمستان دیگه دیگه بند میشه نه، میل تا بهار دیگه اصلا دیگه باز نمیشه. خب دیگه رفت آمد از مردم خیلی مشکل میشه. خب دیگه اعضایی هم بود که یک ویدیو که از منطقه لالی گرفتیم، از قریه لالی گرفتیم، از جاهای دیگه گرفتیم. تا ویدیوهای بعدی شما رو در خدای یکتا میسپاریم دیگه. شما حمایت یادتان نره، ما رو حمایت کنیم. باز نظریات خوبی نویسید. آره دیگه نظریات خوب بد خوب برای ما کامنت بگین. در کامنت نوشته که دیگه بازم هر جایی که خواستین در کامنت بگین نه. ما انشالله موریم از اونجا سر میزنیم، اول میگیریم و فیلم میگیریم. آره تا حد امکان توان که کشش نکرد رسیدگیش نه دیگه. و مو دیگه انشالله در سراسر افغانستان دیگه برنامه داریم که سراسر افغانستان بریم بگردیم. خب انشالله فعلا خب امز مالستان شروع کردیم دیگه، شروعش اینجا باز موریم بخیر دیگه. دوستان خداحافظ، خدا یار مددگارتون باشه دوستا دیگه. خداحافظ.